سرت بنا گرفتیم. دیگه همین که چون نه تو گوری بچه میریست تو مانجا بیاد گوری سرو نه شما درست میشتی و کارتون ساز. شناخت. عباس صورتی من چی در کار؟ نه صورت شما نیست. کی نه صورت صورتی شما؟ من Спрячемся, убежим от него, убежим. منم بری چی؟ بیام بری مسکو لنینگراد مسکو Москва. مسکو хороший Jak tam się na przykład gram? مرجع گوری تو گوری الرحمن الرحیم مبارک بودی خیریت قدم دحفی بلا خدا مبارک گرداند سالای بی نقصان بیاید پروردگار کوب نگاه دارد به قطار کوب همه شمانم به بچه کچ و خانماناتان پری به دولت شوید و مزید دلاتان هرچه خواهد بود خدا برساند به آن مقصود طلب است مقصود است برآوردی خیر گرداند خمردی میلای آبرو کنیتان آبلواتان خودتان ناز جان. نقص خدا بشکر شما ها نقص بچه کچاتان هم میدن بالله دادر جان این قصه نگری که دهنم دندان عیب هیچ شرمندگی گپ نه خلاص. چند بدرم دید خلاص من؟ 68 بدرم 68 بدرم دید. یادتون بچه ما میدونیم که شما چند سالگی با از تنها موندیدن خلاص جان. یکم 40 با 39 با؟ 39 چند تا فرزند کدوم دید؟ 10 بچه خیموندم باز یک یک فرزند خوشنامه 9 تیش در روی عالم بود یک تیش در بطنم بود خوشنامه نم کتی گویا خودم کتی 12 تا مونده بود 12 تا موندید خلاص جان. همون یکم روزی موندنتون بعد خودتون با کی تکیه کردید؟ کی این اولش به خدا تکیه کرده بودم که اون وقت بیهوش بودم بیهوش بودید؟ این قدر در وقتی اون روایی به مرگ بابای هم دوچار شدگی بودم که نمیدانستم که من چی کار کنم به کدام راه روم بعد از که 20 شد گذشت اکام و خواهرانم که در گردم توب شدن صالح در خواندنی بود در شنبه سرچ کلانیتون؟ کلانی خیلی یک دختر در سبخواز کار میکرد کینی ببی کقتیامی کمپر من این پدوله همینجا میشینم خیزم تگرم خانه هم کمپر من هم داریم با پیش روی در دوغم با میده رفت سال شد ماه شد باشگاه پیش روی کلان شدن خواهر خیلیش آمد استودین بود آمد مکتب کار برآمد خیلیش بود سبخواز کار کرد خودم در 35 سمک در دکترخانه سنترکه شدم حالی است که من سنترکه کار میکنم آفرین خدا جان شما بخیر در بطن فرزند داشتیدن و وقتی که همین کم کم همین درباره چخیل همون فرزندتون شما چخیل همون فرزندتون رو ای خواهر الان من تازه میشد دیگه همه خاکم اکو خواهش شد خواهر همه خیلی بسیار دوران دادرم و کار که میبریم گرفت پراف نادر آمد مفتم ای بس نمیرم یک آنجا نمیرم رسم مهان در ماشین سوردن تا 1 سال ای از او بود حبا شد این در دوشنبه سال در دوشنبه بود من بردم هم دکترخانه و تولد شد آیا آمدم خیلی خود گرفت با آمد آورن نامی داداش موندم خیلی شد که به علم و بدر من 3 روز سنه ندادم دکترها به نرکاس نگاه داشتن با آب گلوکوز هم بچه آب گلوکوز دادم شما نخواستید که بعدش اول من نخواستم من گفتم که من نمیتونم بریدم دایره پرتایدم از سوختن جانم از سوختن جانم که برده دایره پرتایدم الهی پروردگار اکن عمرش دراز شود خدا جان گور کنه به من بچه بعد لیکن پسرتان چی گفتم پسری کلانی گفت که دکترها عرض کردین که سینه نمیتیاد به این جغزده برارن جواب دادن گفت که هنوز مرزا بدر نامش چی بوده خاطرم برامد جوکوه گفتن که قیمت گیر نکنی یک گم میزنم من گفتم چی به گیر میکنم من گفتن که اگر گیر نکنی من چه بیرون برارم گفتم که چی به من یک بچه دوشنبه هم دست گفتن اگر گیر کنی اگر نمیبرم میکی بعد داد گفته از کروات کارتی خیستم گفتم که باید بچیم روندم رولک دست خود دکتر رو بگه اونجا جدا هم ایستاد آوچه جدا روندم گردنی نگشته چر گفتم دادر جان اکو چر گفتم این گیره کرد اندیش نظام رحمتی گیره کرد بعد
اون در بغلش بردن دادن در بغل ساله دادرش دادن من گیره کرد گفت چه بسینه نمیتونم نمیتونم که اگر نتی من گفتم برو هم گفت بعد نمیم بیام برگشت همه ایام در بغل هموندن گفتم و خانه بردیم که بودن خوابوندن پیش هم نگاه داشتم پگاهی این آمد جواب گرفته آوردم بعد پیش بیبیش اینو و آوریم منم تری با کلام کردم با سینه دادم با رهگر کردم توی کردم با هوایه بلام گویم توی کردم با گیران توی کردم این زن دادم با دبولای باید خیلی خراش منم خیلی شد خواهر من تا حال رهگش دادم منم خیلی این تاریخ بسیار که دادره همینش بس زورم دیگه دگم نمیرسد چی بخواه جان شما همه خدا زنی همین خود وایتون توقعات کرده تقدیرتون با همین خطر وای شدگم گپ بسیار دادم سرم در میکنم اگه گفتم تاریخ کدوم روحوی وای کرید که شما همین بچه‌تون رو کلام کرید کدوم کار کردی مشغول شدید که وقتی که اینو دیگه حولی موندن خواهر خب اون وقتی سیز بود بعد که اکام یکی که بعدی چیل دادن اکام برفتن لینگراد برفتن شدن شب پیشم خوردن که خواهر من اتو التماس میکنم یکان در اداره نره اکو اینا هم میش که وقتی که این بچهش بسیار خودش یاش که هم اوچین باری کسل نشوه بعد در اداره نروی پیش کلانون نروی فقط که من آدرس هم منو بیان به من تلفن کن نه دام کس گفتگم نه در اداره رفتگم نرفتی یک 4 بوز و 2 گاو بود من باشگاه های اونجا میفرستن میرن علف میبیارن هیزم میبیارن همه خیلی میکنن منم خیلی برای حبیب فروخته و مثالو منم زندگی کره با خداشان خدا به شکر کلان شدن صالح با آمد صاحب زندگی شد بچیم با 1 گاو 2 گاو شد و با برش فروختن و با بیشوی با خداشان زندگی کردم با سردار کردم با مثال اوچقو چلی که خودم کردم دا این مردم نکردم خد که یک کس میکی همه اطال چلپزی دمان یک همه افماتا برحمتی بردن و فقط که انا خدمتم همه فقط سنترکه تا حالم در دکتر خانم تا حال حاضرم سنترکم هفته سوم آیلی میگیرم من وقتی من برای خواجگیم حالی که دادومم حال 4 صغیره دیگه اکو روم نمیشد اکو اینم چیکار کند اینم زندگی سخت تر شد امسال خیلی این داداچه رفت ترین وای نشد و گفتم بیا حالم جا جمعه گشتگم منم خیلی همبالی و بیوگی و گیران و نولان و منم خیلی با کلام شدم باشگاه خدا اولش که خدا به تکیه کرم پشتم در دیوال موندم جاش آمد گیره کرم جاش آمد اویله کرم همه روز سرم در جاگه میموندم همیشه فقط خیسته کجا روم چیکار کنم کجا روم کار میشد براندم کارخاستی ها میرفتم مثال اردش میآورم چیزی میآورم منم خیلی میگرفتم دست اینا میدادم من برای علف میرفتم برای هیزم میرفتم بعدی که صالح آمد زندگی صاحب شد هیچ جا نرفتگم اخو در خانه حولی مثال اوچقه چلی که میکنم شال مونم گلی مونم در هوای مقیم میشم هوای میبافم میگرم میکنم در زندگی آباد گفته یون که راست دیگه که اکو کاری دیگرش به زورم نمیرسد اکو کلان سال شدم اکو من خیلی شد خواه اکو حاضر دولت پیری رو دولت پیری الهیم باشکازیم خداوند جان من تکیهگاه به خدا دارم که بنده کرس کم کرس و رزقم کم نکرس امید از درگاه خدا دارم که بشکانم پری به دولت شمون با سرشتی من کنم با من برم در خانه آخرت مونم که اکو اون علامات آخرت با اون مندگی اویاش آخرت با دادر و این گهوای پچه میگویم با برده در کناخانه موندم که عیب شرمندگی من دادر تاریخم بسیار رو اکن با سر مردگری قطع بومیگری بودم یعنی که همه عذابوی همه وای خودتون گذراندید خودم بودم بغیر از تکیه به خدا کردم ره گشتم با پیش روی من این میدیکا کلان شده دیانم رفته این کار کنیتان بچیم در بیرون نبرویتان بچیم من این زمه گرید اینجا من یا علف جاده کنید یا گاوه گرید یا خره گرید من این کار کنید من همه میرم برم دقیقیم انا در دورنی همه حولی مثال اینجا باغ او باغ میریم علفش میداریم بیاریم خیام باشگاه مال حالا با 1 تا 2 تا 4 تا 5 تا کرد تا حالا خدا بشکر بهره تو من فهمیدم که مهمان خانه داریدن خاله مهمان خانه خدا بشکر داری پدر عروسم هست یعنی که مهمانی که مزار شریف میبید شما پیشواز خیلی بیان اون کس گفتن که پدر عروسم که بچه‌ام
وقتی سر سکرات من خوجه دلم پر نی نمیدانی که ارمی کوتهی بچه‌شون میدانستن چی میدانستن خوجه شما یا هم 12 سال من امیدوارم که خاص کلام شود همین یک مسافر و مجابر بیاد بریم یام خانه با نکنی تا هستی داشته باشی من همین یک برده نونو همین یک کاسه شیر یا جرغوتا همینه پیش همین راه گذر مانو همون راه گذر گوشتگان رحمت کنن مگود میرد ارواح ما اتو شاد روزی یعنی که شما همین سال همین کارو کردید انا همین سال من خال در میام خان پدر عروس من قلب نکردم ترامو زمستانا میشد اینا خانوک میکنم مهمان اینجا میبیارن یا خانه اینجا میبیارن بهار که شد من علاقه اونجا میفرمام تازه کنیدم کسی که بیاد مثال مرده میشد خوش میتین توی میشد خوش میتین یا اداب آدم بیاد بسیار آدم بیاد نیمش اینجا بیان نمیدیگیش اونجا بیان کلام پایش اینجا بیاد بچه مردم اونجا میشینن زنی تنها هم باشید که شما همین کارو من کردید خستم میزنم کار مایلش باشم من حال همین کارم همین کسمم همین دو سال اورو برام آش ترش دادیگ نه اندازم وقتی میکشم من مهمان منم دو تقسیم قند سفید و دو تنون منم وقتی مهمان دماغش چق براسو من هم قیماق منم روغن زردم وقتی من مهمان آزاد میکنم خیری بوریا شود الهی اكو دستگیر آخرت شود محنت کردگی من منت نمیکنم خداوند جان دستگیر آخرت شود چند تا فرزند بروغری؟ چند تا فرزند بروغری؟ حالا 3 دیگه دارم هفتش خانه دار شد حالا 3 دیگه خانه دار نکردم اکن همون سری از همه خوردی که شما هوای نمیخواستید که دنیا با حاضر هوای چی حاضر من خیلی زنگ میزنم شما با شکر که 100 بار شکر که 5 سال است در روسیه همین مدت هوای با خداگوی دست گرم هوای با ماهانه سجدیامان میکنم یعنی که همون گپی اکو شما ممکن در آخر به تو دستگیری تو همون کسی سری دیگه چلی آچین با گیره کر یک تازه گفتم که این روی همه سرخور سیاه گفتم که بعد چرا گفتن که لگی در هم گفتم توای رحمتیم در پشتم استادیم توای بزرگم یک کنترال امانگل بود گفت که قیمت نالتی روی دهن سیاه گفت حالا انا همین کلام میشه انا همین گفت تیا بونه میکند انا همین تیا گور میکند گفت من با گپ هوای من گوی جان همینا اکن فرزند زیاد یعنی ضرر ندارد میگویدن همش به با زیادتر دوه که در مسافری و صغیره در 18 پای لوچ تنی لوچ رفته عقبی همین لیل نابات گذشت 30 سال نامد با همین سال به تلفن و به چیز آمد خراب اکنه که حاضر خودش به عذاب این کریدیس شد نه که همین سال بچه بسیار عذاب کشید با اومده امارت کردن شما با خودشون امارت کرد به خدا بشکر اکو چی گفتن شما یکم شده خانه میدارن من فهمیدم گفتین که یکم مادرم میدارن خیلی گفت خانه دار میکنه چی بگفت تلواسه کردم گفتم که چون خانه ها شیشتگی مالش در من نمیکنیدان دختاتان خیز دو من همه از زنگری پیش از شما پیش من مرمگه من فرزند 7 پاره قشلاق من اوریم این طرف زاوران اون طرف عینی تک از سمرقند بالا ایرش موقعیان سال من 7 پاره قشلاق دختره شما من خودم گفتم هم مردم ادر درو نگه نمیگم که اینا یافتین خوردین در تلیزاشان مالدین همه خانه جلک کشید از حد نکرین همه فقط غر گفتم نگه گب زدم گب و اینا کندنم خیلی کرنا اکو زوراشان نرسید که و سوراب کنن که من همه اول شما می در آورم اول همه رئیس تنظیم می در آورم که مردیم بی کفا می کردیم انا همین در گزت بر امام علی نوشتن فرسانه که انا فلان چند راضی نیست پرزیدنت ای بس انا کار هم تو میشه همه آدم همه روز گفتی منم مجرو میکردن میآورن همه چیز داستان میدادن که مایل هستن من همین یه آنتش اگر فهمی بروندینی که هم اختصار انا اون کس مردن رحمتی چیزی که دادن بود بروندم اتکس کردن همه آبرویا دسر خون بیاری اتکس کردن مردی پدر بسام خداوند سیر نبیر سیر بیره شده اینا شمزیان ایناش صالح سردار همچون حکمی پدر بری اینا همچون پدر زندگانش و از من خواهر
بعد از که اینجا که آمد من در بیرون بری علف بری هیزون بری بزرگ اوچار نرفتگم تا دوامی که صالح نبود تا 2 سال دیگهشم راه گشتم پنجیکت هر هفته میرفتم بیا ماشینا صالح بعد از که رفته مایده اخلاش که در آمد گفته پرت دافتم مال حالم زندگی من اکو بازاری میکنی با مال فروختی همیشه پسر چطور میکنم من میشینم یعنی حق تو یعنی که شما حاضر دولت پیری رو ها رسید دولت پیری اکو خدا تیاد الهی میگه پیری به دولت کند و پیری عالم نکند به 4 اشکیلی بود خدا نگاه داره سلامت رو اخوان آخرت درایم خانی ما همجا خانی ما همجا مزید نعمت زیادی دولت تنی صحت خاطری جمع خدا خاطر جمعیت پروردگار زمان بی نقصان بیاید درد و رنج برداشته کند کوبی عالم نگاه دارد پروردگار ارزانی و امانت کرد خدا رهد و رکاس ها رفت این سلامت بیان شما هم بچه مراد و بچه نیتی که آمدید به مراد و مقصداتان رسید پری به دولت شوید ابلا اکبر خوش آمدید دولت پیری نظرانی تو همه شدید